خب با سلام خدمت دانش آموزان عزیز، بریم سراغ یکی از مشهورترین تمثیل‌های حوزه تاریخ فلسفه که مربوط به جناب مستطاب افلاطون هستش که مشهور به تمثیل غار. اینو توضیح میدم بعد وارد بحث کتاب میشیم. ببینید، تمثیل غار افلاطون به این شکله که میگه که یه عده هستن، یه سری افرادی هستن که در غاری به بند کشیده شدن. این افراد سمت راستی که حالا لباس تنشون هم نیست، این قسمت اینا چی هستن؟ اینا به بند کشیده شدن و از بعد به تولد و فقط سایه های اشیایی که بیرون غار هستن یا به این شکل هستن، این سایه های اینا رو میبینن و تصورشون اینه که این سایه ها حقیقت دارن و واقعیت دارن و روشون اسم میذارن و خب هم حیوانات هم اشیا و انسان هایی که هستن روشون اسم میذارن و خب با تصور این که حقیقت هستی اینا هستن. خب تا اینکه یکی از اینها که اینجا دارید میبینید داره فرار میکنه، میره بالا و میره بیرون و متوجه میشه که اینها سایه هستن و اصل اونها، اصل اون اشیا، اصل اون انسان ها، اصل اون حیوانات چیزای دیگه ای هستن که اون بیرون هستن و ما اطلاع نداشتیم، ما در بندها. این به عنوان کسی که یک انسان متفکره، یک انسان متعقله، یک انسان فیلسوفه، به این نتایج میرسه با بیرون رفتن از اون غار توهمات و غار خرافات و اینا. بعد برمیگرده به اینا میگه که آقا این چه نشستید که اینا حقیقت ندارن، اینا ساین، این چیز بهتری اون بیرون هست، اصلشون اون بیرون هست. اینا میگن که برو شروع نگو و یه فسکوتکش میزنن و خدا هم میره. این شخص نماد انسانهای روشنفکر، انسان فیلسوف، انسانی که آگاهی پیدا کرده و میخواد بقیه رو آگاه کنه هستش که اینجا افلاطون میگه که اینایی که در بند هستن و در غار هستن باش مخالفت میکنن و حرفش رو نمیپذیرن. افلاطون میخواد از این داستان استفاده کنه و بگه که آقا ما انسان ها گرفتار سایه هایی هستیم در زندگی، یه سایه هایی رو حقیقت میپنداریم، یه سایه هایی رو عدالت میپنداریم، یه سایه هایی رو زیبایی میپنداریم و در حقیقت اصل اینها در یک عالم بالایی به نام عالم مسل هستش. مسل با 3 نقطه یعنی مثال ها. اون عالم مسل، افلاطون اعتقاد داره که حقیقت همه چیزی که ما در این دنیا میبینیم اون تو اون عالم مسل هستش. و خب این تا اینجا کتاب وارد جزئیات بیشترش نشده، به خاطر همینم ما تا همینجاش بیشتر توضیح نمیدیم. این هم همون عکسیه که تو کتابتون هستش. خب تمثیل رو به همین ترتیبی که اینجا آورده من توضیح دادم و گفتم که چجوریه و این نوری که میاد توی غار و سایه هایی که اینا میبینن و به همین ترتیب اون کسی که فرار میکنه و در نهایت او به اطرافیان میگوید این سایه ها حقیقی نیستند اما همه حرف او را خنده‌دار خواهند یافت. آنان به یکدیگر میگویند او از غار بیرون رفت و با خراب شدن و از دست دادن بیناییش برگشت. میگه اصلا چشم نداره، کوره، نمیبینه این سایه ها دارن حرکت میکنن. و اینا افرادی هستند که گرفتار خرافات شدن و خب دیگه اون بنده خدا هم چاره‌شون نمیکنه. مثل خیلی های دیگه که حالا تو زندگی ما برخورد میکنیم و خب خرافات و روغن بنفشه و فلان و اینا و خب کاریش هم نمیشه کرد. یه سری 5 تا سوال اینجا مطرح کرده که خب این 5 تا رو بررسی بکنیم و این درس رو به پایان برسونیم. سال اول گفته گذر از یک وضع عادی و رسیدن به حقیقت برتر در پرتو چه چیزی به دست می آید؟ تفکر و تعقل. رنج رسیدن به حقیقت شیرین تر است، رنج رسیدن به حقیقت شیرین تر است یا راحتی ماندن در نادانی؟
والا راحتی ماندن در نادانی انگار شیرین تره. آخه یه آدمایی که هیچی نمیفهمن و تفکرم نمیکنن انگار که زندگی راحتایی دارن. حالا بماند، ولی منظور کتاب رنج رسیدن به حقیقت بوده. پس رنج رسیدن به حقیقت دیگه. اینو برای نمره باید بنویسیم، کارش نمیشه. چرا افلاطون ماندن در نادانی و عدم درک حقیقت را به زندگی در بند تشبیه کرده است؟ ببین، بین نادان و زندان یعنی ذهن نادان و زندان 3 تا وجه شبه من پیدا کردم. میشه چی؟ 1. نادان در توهمات خود محصور است. یعنی اون توهمات ذهنیش اونو محصور کردن، مثل زندان. 2. نادان اهداف کوچک و حقیری دارد. 3. نادان دید کمی و کوچکی دارد. دیدش کمه، مثل تو زندانه دیدش نسبت به موضوعات کوچیک و کم هستش. این 3 تا رو میتونیم به عنوان وجه شبه ذهن یک انسان نادان و زندان در نظر بگیریم که منظور نظر جناب افلاطون بوده. بزرگترین زندانی که بشر ممکن است با این گرفتار شود عادتهای ناپسند. اینو بیشتر برگرفته از کتاب و نظر مؤلف. چرا زندانیان در غار سخنان جوانی را که برای رهایی او آنها برگشته بود نمیپذیرند؟ خب میتونیم چند تا دلیل بیاریم. مثلا یکی این که سخنانش براشون نامعنوس بود. سخنان او برایشان نامعنوس و نامفهوم بود. یا 2. به توهمات خود عادت کرده بودن. درست شد؟ اینم از این بحثش. قسمت به کار ببندیم نکات جالبی گفته که خب میتونید برای مطالعه بخونیدش، ولی خب تو کنکور و اینا نمیاد. یه قسمت اولش جالبه، میگه که خب فیلسوفان که همش به دنبال بحث‌های انتزاعی و اینا هستن و به زندگی مردم کاری ندارن، پس چرا ما از آنها دنبال روی کنیم؟ یعنی چرا ما بریم دنبال زندگی فیلسوفانه داشته باشیم وقتی فیلسوفا فقط دنبال کارهای ذهنی هستن؟ اشکالش اینه که مغالطش کجاست؟ مغالطش اینه که همه فیلسوفا اینجور نیستن و مغالطه تعمیم ناروا داره. یعنی 2 تا فیلسوف، 3 تا فیلسوف، 10 تا فیلسوف اینجوری بودن، تعمیم داده به همه فیلسوفان، میشه تعمیم ناروا. و خب مثلا فرض کن خود همین سقراط خب کشتنش دیگه، اعدامش کردن. یا مثلا سهروردی کشته شد، یا خود این ملا صدرا مطرود شد، تکفیرش کردن و آخرای عمرش دیگه مجبور شد بره یه دوستایی نزدیک قم، روستای کهک، اونجا موند تا اینکه دیگه از دنیا رفتش. خب اینم مباحث امروز و خسته نباشید.